عصرتون بخیر. چی میل دارید؟ لطف کنید یه اسپرسو و یه آیس لاته. فرید فقط این یه بارا. یه آیس لاته کارامل، فقط سیروب کاراملش کم باشه. بله حتما. اسپرسوتون کم کافئین باشه یا پر کافئین؟ فرقی نمیکنه، ولی جناب تاکید میکنم سیروب کارامل رو حتما کم بزنید چون نامزدم دیابت داره. بله من نوشتم واسه. ممنونم. قابلتون هم نداره. خدمت شما 4 تا 0. چیز دیگه نمیخواد؟ نه قربونت دارم بریم. آقا بابا ول کن الان. آقا با شما ول کن بذار آقا من بعداً تاکید صحبت کرده کنیم. بودم این سیروب کاراملش کم باشه. بابا تو الان پره. چرا بس آقا میگیرمت. بفهم. من گفته بودم کم کارامل، لطف میکنید اینو عوض کنید؟ مشکلش فقط همینه. بله فقط همینه، اگه کمش کنید ممنون میشم. الان دیگه کم کارامل شد. مشکلی دیگه نیست. مردی که وقتی بهت میگم تو وظیفت اینجا بود چه طرز رفتاره؟ اصلا تو که پرتی که عزیزم چی شد؟ خب الان دیگه کم کارامل شد. اوکیه. خیلی ممنون. خوش آمدید. یعنی تو واقعا هیچی بهش نگفتی؟ چرا بهش چیزی بگم روزمون رو خراب کنم؟ اون یه روز بد داشت منم درکش کردم. بیا اینو بگیر، اگه خوشت نیومد میام یه کافه دیگه برات میگیرم. باش بریم. آقا ببخشید. من معذرت میخوام. مرسی که درکم کردین. من روز خیلی بدی داشتم. این کم کارامل خدمت شما، چون گفتی خانومتون دیابت داشتن، اینم یه تیرامیسو بدون قند. خیلی ممنونم. بازم معذرت میخوام. خدا نگهدار. دیدی بهت گفتم؟ میگم روزمون خراب نمیشه.